همین خیر با همین الفاظ محمد توی گوسفندچران بیش چیزی نبودی؟ پدر را ندیدی، مادر را ندیدی، تو یار و برادرها را ندیدی، استاد نداشتی، معلم نداشتی، اینقدر ادب و اخلاق حمیده انسانی را در تو کی آموزانی؟ تو اینقدر یکم مکتب نخوندی، یکم از هیچ کس استفاده نبردی. ما میدونیم مردم ما امکی های تیم، ابو جهل میگفت، ابو لهب میگفت، امیه ابن خلف میگفت، دیگرها میگفتن ببین در کوچه میشینی آدمی گذشتگی را مسخره میکنی، آدمی گذشتگی را پاش میخپی، دامانش میخپی. در این کوچه اگر در 100 آدم گذره از 100 کار و کردار همین آدما حرکت میکنی با خبر باشی. از تو دیدم منافق‌تر دیگه کسی نیست. کسی اگر جوانای عزیز در کوچه میشینه، اگر ما میبینم بسیار وقت در کوچه شما میگردیم، همین بچهای مسجدی هم هستن، همین بچه‌ای که نمازخوان هم هستن، در کوچه اگر میشینه، اگر والله اگر گناهی کسی را میکابی در کوچه میشینی، عیب یه بنده خدا را جستجو میکنی، فلانی چنین است، فلانی چنان است، فلانی چی این کار کرد، فلانی اون کار کرد، ای تو دیگه منافق‌تر کسی نیست. عیب خود ابله نداند در جهان، دائما جستن در عیب کسان. اول تو خودت نگاه کن بنده خدا. اگر حقی راه داده میتونی طبق دستور پیغمبر صلی الله علیه و 20 حقی راه چی است؟ زکات راه، امر معروف نهی منکر. در راه میستی لقلق بیهوده نکن، یک کس نصیحت کن. میبینی آدم همین پیشوی مغازینا رو نگاه که دست شمسخری ناستوکینه دیگه گذشته نمیشه. همه شما بچه مسلمانه، همه شما بعض نمازخوان و مسجدی هستید. حاضر من گفتم شریعت چی است؟ پاکی و پاکیزگی. طهارت چی است؟ پاکی و پاکیزگی. تو خود طهارت میکنی، میره اونجا شمسکه میگیری چیکار پرو میکنی. من مسلم یا رسول الله. کی است مسلمان؟ این مردم همه خودش مسلمان میگیرن. کیه مسلمان؟ کی را بگه مسلمانی کامل؟ من سلم مسلمون من لسانه و یده. بهترین مسلمان همون مسلمان است. برادران عزیز من که از دست و زبان او مسلمان دیگر مسلمان ها در کوچه و در کارخانه و در بازار و در خانه در امان باشند. از فعل مسلمان، کردار مسلمان، ادب مسلمان، اخلاق مسلمان. بنابراین این دین انسان ساز است. بچه هایی که شما مسجد میبیایید، جوان هایی که شما نماز میخونه، جوان هایی که طهارت میکنه، دیگر موسفیدا با کاردار نیستن، چون موسفیدا یک تا دو تا موندن امروز فردا اینا میرن از بین من شما دین به همه خوبی هاش استفاده بره. در بین دین و دینداری و مسلمان ها الگو باشه. جوان های عزیز هر کجای میره، در هر نقاط زمینه، اگر وقت دعوای مسلمانی میکنه چیه؟ باید خوبتر زندگی کنه، ادب و اخلاق داشته باشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در عرب به دنیا آمد، در حالت به دنیا آمد که کل مردم عرب کافر بود، یک تا کلمه گو اقلا نبود و مردم هم در دین شرک ها. در یک مکه مکرمه داخل بیت الله الحرام 360 بت بود. هر یک قبیله به خودش یک بوتی داشت، نامهای گوناگون کردی. و اگر مردم دینهای آسمانی اگر بالفرض و تقدیر عبادت میکردن، دین حضرت ابراهیم بود. رسول الله خودشان پیش از آن که پیغمبرشان در دین ابراهیم خدا را عبادت میکرد در حالت جوانیش. لیکن او را وقتی پیغمبر کرد خداوند در سن 40 سالگیش، ادب و اخلاق حمیده انسانی محمد صلی الله علیه وسلم مشرکه های بت پرست در مکه و یهودی ها را در مدینه رشک می آورد، برشک می آورد. یعنی چه خیلی می گفتن که محمد همین خیلی با همین الفاظ محمد توی گوسفندچران بیش چیزی نبودی؟ پدر را ندیدی، مادر را ندیدی، تو یار و برادرها را ندیدی، استاد نداشتی، معلم نداشتی، اینقدر ادب و اخلاق حمیده انسانی را در تو کی آموزانی؟ تو اینقدر یکم مکتب نخوندی، یکم از هیچ کس استفاده نبردی. ما میدونیم مردم ما امکی های تیم، ابو جهل میگفت، ابو لهب میگفت، امیه ابن خلف میگفت، دیگرها میگفتن ما امک بچه ها میدونیم که تو یک گوسفندچران به چیزی نیستی. لیکن اینقدر ادب و علم و معرفت و
انسانگری را از کجا آموختی؟ رسول الله میدونی چی جواب گفت؟ گفت ادبنی ربی فاحسن تعلیمی، بهترین ادب آموز من ربی من است، پروردگار من است. بنابراین خداوند هیچ پیغمبر از ادب و اخلاق در کتاب‌های آسمانیشان چی تعریف نکرد مگر محمدی زیبا صلی الله علیه وسلم. پیغمبری من و شما را ادبش در قرآن آیت به آیت تعریف میکنه. چی میگه؟ و انک لعلی خلق عظیم، تو را ما دارای خلق عظیم کردگی هستیم که هر کسی بینه چی رشکش میآید. در روایت ها میخوانیم در مدینه منوره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم به خاطر خرید فروش خانه هاشون خانوادهشون بازار رفتن. بازار در آمدن چیزی برای خانواده زن و کودکاشون نخرن. یک کمپیرک یهودیه پیری فرسوده چیکار میکنه؟ او را بار خرید است، یک چند بار خرید میخواست به خانهش برای سبب بارش از بین قوت نداشت کمپیرک. رسول صلی الله علیه وسلم خودش در بری همون کمپیر گرفت. گفت مادر جان من همین بار شما را تا خانه تان برام. کدام شما در راه میشینه یا آدم یک باری از بین نگیره برو همون را چی بگیری تا خانه شما بره؟ کدام شما این کارا میکنه؟ کدام شما این مردم به پیشتون میگذاره سلام میتیه ایدت ایدت سلام میتیه بدبختان سطحی سلام نمیتیه برو تحریمه میکنی با سلام فرض خدا است. سلام شعار اسلام است، آبروی مسلمان سلام است. سلام عبادت است برادرای عزیز. سلام خدا جانی نمیتیه چی جایی که باری او را بگیر تا خانه بره؟ رسول الله که نداد. رسول الله آمد نزد زن یهودی گفت مادر جان بارتون تا خانه تون برام. گفت عجیب در مردمی عرب خیلی بچه نیست او چنان تکبرن مغرورن که اونا همون بند پتیکه خودش نمیبندن. چه خیلی گفت شما از همین عربه؟ گفت بله منم از همین قوم عربه. گفت خیلی باشه. رسول الله گرفت. رسول الله سفیر خدا وزیر خدا محمد ابن عبدالله باری کمپیره گرفت تا خانه‌اش برد. وقتی در خانه‌اش در آورد ماند و بازگشت کمپیره گفت که بچه جان بیست گفت من باید غلام نباشی، یگان ارواکشی بازار نباشی، یگان سمکت بودم مزدی کاری. گفت نه مادر جان من به خاطر مادر بودنت این خدمت برای تو کردم. خیلی گفت نصیحتت کنم. گفت باشه نصیحت بکن. گفت نصیحت همینه که آیا خبرداری که در مکه مکرمه غلغله میگن پیغمبر آخر زمان به دنیا آمده است فلان بیامدن در مدینه منوره غلغله میگن پیغمبر آخر زمان از مکه به مدینه آمده همین غلغله ها شنیده ایستاده ای؟ گفت بله. گفت بچه جان گفت آگاه باش پیش قپه ایده نخوری که از این دیگه ساحرتر از محمد دیگه جادوگرتر دیگه کسی نیست. سحر شنان به قوت است که هر کی که یک بار صحبت کنه الکی در سحر امید راید. محمد ساحر است، احتیاط کن در سحر او وانخوری. رسول الله آبی چشم از چشم مبارک سرشار ریختن گرفت. این مادر دید که رسول الله میگیرید گفت که بچه جان گفت آیا اگه گفت خطا زدم که تو گریه میکنی من نصیحتت کردم؟ گفت نه مادر جان من دلم برای تو میسوزد. گفت چرا دلت برای من میسوزد؟ گفت همون محمدی که تو نفرت داری از او مردم از رسالت من میکنی همون محمد منم. گفت که باری تر از خانت از بازار تا خانت آوردم. گفت محمد این ادب و تو که آموختی باری یک زن از خانش از بازار تا خانش بیاری؟ گفت ادبنی ربی فاحسن تعلیمی. من مادر ندیدم. گفت مادر من پدر ندیدم. گفت تعلیم و تربیه و راحت و لذت مادر دیدگی نیستم. خدا با من بگه والوالدین احسانا و پدر و مادر نیکویی کنه. من به این خاطر تو را نیکویی کردم احسانت کردم. گفت کلمه مرا عرض کن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. در حال مادر مسلمان شد خودش در آغوش رسول الله پرتافت. این ادب است، این اخلاق است. بنابراین بچه مسلمان شما عزیزان باید خوش ادب باشه، باید خوش اخلاق باشه، کلانترها را حرمت کنه، پدر و مادرها را حرمت کنه، پدر و مادرها را عزتداری کنه. آنهایی که پدر و مادرات هست والله بهترین نعمت در دستان است، احترامشون را بجا بیاره. آنهایی که پدر و مادرات مردن در حقش دعا کنه. دعا کردن هم احسان بر پدر و مادر کردن است. دعا کردن هم خوبی کردن در حق پدر و مادر است. در جوانی دار
پیران را عزیز تا عزیزی دیگران گردید تو نیز. عزیزان من، بچه جانا، برادرای عزیز من، اگر شما در این سین جوانی از سین جوانی ادب می‌آموزید، اخلاق داره و کلانا را احترام میکنید، در حالت پیری شما را دیگرها احترام میکنند. مؤذنم آمد، وقت شام شد، از خدای بزرگ میخوام که خداوند همه ما شما را موفق و مؤید و سربلند بگرداند، عاقبت کارمان را بخیر، ایمان را به سلامت، توفیق بندگی و ترک معصیت نصیب ما بگرداند. همه فرزندای ما را دارای ادب و اخلاق نیکو خدا نصیب ما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك.